دومی سریچه دومی قسمت چه سفر کچه بارا قدیمی بازار و کوانی مشکتی بلدینگان و قدیمی گمرک چه بارا شتگی. بله یه لوٹو که جامننده پا قدیمی و کوانی را دفتریان توجه بکنن. ایده قدیمی گمرک هست؟ بله. خب این کی دوره چه بوده؟ اولین گمرک چابهار و قدیمی ترین در محله سخریگو در کنار اولین بازار قدیمی چابهار. ایشی در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی ارد بوده و برای کارهای تجاری ایشی نشان ایشی این که چابهار چهبار چینچو در قدیم ما با ارزش بوده و که کارهای تجارتی دا انجام بوده با توجه بشی که نزدیکی به آبهای آزاد و دروازه اقیانوس ادا از قدیم و ندیم ادا محل رونق بوده محل تجارت بوده و اینقدر اهمیت های منطقه و یه گمرک در واقع در سال 1383 به ثبت آثار ملی رسته و یکی از بناهای مهم تاریخی شهر در دو طبقه ارکنک بوده. مساله‌ای که استفاده بوده گشتر از مساله بومی منطقه از خشت و ملات گل و سقفی هم از چوبهای گرد و با همه معماری خود منطقه. چی دیوایی چی دارن؟ بله این داران یک معمولا گشتر و خیلی در چابهار به صورت چوبهای روسی و سری هم تخته و لمبه کوبی کنه، اما در این بنا از چوبهای گرد در خیلی از جاهای بلوچستان مخصوصا نواحی مرکزی که نخل زیاده از کنده درخت خرما استفاده کنه، اما با توجه به اقلیمی که در چابهار هست و وضعیتی که هستی از چوبای گرد استفاده بود تا بعد حسیر سر حسیر هم کرزش در واقع کار کتا با هم دیگه از شاخه درخت خرما تگرد و دقیقا همه معماری قدیمی بلوچانی که در این منطقه هم خیلی خوب به کار رفته و یکی از معماری های اصیل منطقه در کنار یه بافت قدیم، در کنار مسجد جامع، در کنار فرمانداری و یک محوطه قدیمی که جز اصیل‌ترین جاهای شهر چابهار. الان این جزء مکان‌های گردشگریه؟ بله یکی از مکان‌های گردشگریه که من حتما پحکی عزیزانی که آیا از جاهای دور و نزدیک گردشگرانی که آیا حتما به پکیج سفر و تا این مکان دیدنی از دست مدهیم، چون معماری قشنگی هم هستی هم زیبایی خاصی هم هستی که عدتون بالاخره گشتر آشنا ببن با آثار تاریخی و میراثی مردم چابهار.